آقای دکتر ظریف یه جمله ایشون میگن اینکه جمهوری اسلامی باید از مظلوم دفاع کنه ولی نباید به جای مظلوم بجنگه. نه اصلا اینطور نیست. کی جای مظلوم جنگیده؟ قدرت ابرقدرتی تفکر مقاومت اینه که تفکر صادر میکنن خودشون میجنگن. فرضاً نریم نجنگیم، بخوایم بدون جنگ دفاع کنیم، چه نوع دفاعی؟ امید صهیونیسم رو تو ایران از بین ببریم. اون ادبیات اومانیستی که بعد از انقلاب باب شد و ایران رو مهار کرد که ایران اگر مهار نشده بود توسط جریان‌های سیاسی که بر دین بردگان صهیونیسم متدینن، اینها یکی از ویژگی‌هاشون اینه که پرهیز دارن از ادبیات قرآنی. دانشجو پایان نامه میبره پیشش قبول نمیکنه، میگه این قرآنی دینی، این ایدئولوژی که غیر علمی بذار کنار، این خودش یک دینه، این دین بردگان صهیونه. غرب زدگی یه پدیده است، ترجمه حقیقیش سلطه پذیریه.